امشب میمان دارم، برادرم و زن برادرم. خواستم من کل کارم زودتر خلاص کنم که امرایشان بشینم یک چند دقیقه قصه کنم دیگه. وقت زیاد داشتم، خب بازم گفتم کل کارم شود، چون آشپزخانه بسیار تیت و برک بود. خودتان میفهمین دیگه، طفل دار است، این کسایی که طفل دار است اونا صبح که میخیزن دیگه آشپزخانه و خانه خود دیگه بیخی دیگه بد دیگه روی میشه. من پیش از این که گفتم شروع کنم دیگه شود جور کنم، چرا پیش از این من کل کار خود خلاص نکنم، آشپزخانه من پاک کردم. بعد از او باز گفتم بیا شروع میکنم بعد دیگه شو. دوستای قند شما در کامنت ضرور بگوین، من این عادتای خودم میگم، شما بگوین عادتایتان که چه رقم است. من عادت دارم که وقتی دیگه کاسه میکنم آشپزخانه به حد تیت میشه و باز یک دفعه کلش جمع میکنم، کل چیزها را میشویم و چیزایی که به جای ماندنی باشه کلش در جایش میمونم. و بعضی کس عادتشان است که عمود دقیقه دیگ میکنن، عمود دقیقه میشوین، صافی میکنن، در جایش میمونن. شما از کدامش هستین؟ این عادت خوب است که من دارم یا نه؟ خب مرا برادرم زیاد میگه عادت مرا بسیار بدم میاد. تو به 2 نفر که دیگ میکنی آشپزخانهت معلوم میشه که به 40 نفر پخته کردی دیگ، تو بیروار است. خب من عادتم است، باز من یک دفعه جمع میکنم پاک صفا دیگه. شما از کدام عادتاش هستین بگوین دوستای من. اینجا هم دیگه خواستم 1-3 ساعت پیش از پخته کردن قورمه بریانی. من همیشه اخته میکنم گوشت امروی مساله بریانی و این مساله که میبینی پشوری ماندگی است از این چیزی که در خانه باشه، من در بین قورمه می گوشت مندازم به خاطر که بسیار مزه‌دار میسازه بریانی را. و بعضی دوستا بسیار تند خوش دارن، ما تند نمیخوریم، به اندازه میخوریم. و من وقتی که بریانی رو پخته میکنم کوشش میکنم که 3 ساعت پیش گوشتش اخته کنم در ماست و در مساله و سیر و ادرک و تو زیاد مزه‌دار میآید. میخی زبانم رک میشه دیگه. دوستای قند شما میفهم که نام خدا خانمای قابل هستین، بسیار خانمای فامیده هستین، شاید بسیار خوبتر پخته کنین بریانی را. هر کس دیگه طریقش جدا می باشه، من می رقم پخته میکنم چون من می رقم خوشم میه و مزه هم میده. دوستای قند اگر میخواستین رسیپی از این صحیح است پیش من بخواین یا بفهمین، حتما یک روز دیگه که پخته کردم براتون ویدیوش میمانم، چون اینجا نشد که من مکمل براتون بانم چه رقم من ایره سرخ کردم، چه رقم باز برنج من دم دادم دیش، چون وقت نداشتم دیگه. بازم میبخشین دوستای قند. و اینجا بیاین ببینین که اینا من کل ظرفای چای نان جور کردم، در سر میز نان ماندم، گفتم دست پاچه نشم که میمانایم باز بشینم یک چند دقیقه. یا فاینال لوک کاستر بسیار یمی آمده بود در سلطان دوستای قند دیگه. جایکتان خالی، اینجا کم مانده بود بریانی، یادم رفته بود زود که دیگه موبایل کشیدم، همیرم ماندم. بازم دور از دلتان. بای بای.